گپ دادن کی گپو سخت برسه برای گزمده آخی یکی همه خونه شوخی برداره خونه تین جمع رحمت کرد سوز خیلی سوز باشه خونه دیگه خدا چی خیلی کارا چی خیلی خدا شکر میشه میریم کار میم کد سوزن خدا شکر همین گشت میده این دختر چه که مکتب تموم کرد ختم کرد قریبا باز ختم نکرد نه قریبا تموم کرده چون نشید همین سال نشید باشه تموم میکنه هست همینجوری ماهینه بود یک چای بیار علیکم السلام رحمت خیلی دختر جان سلامتیت خوبه این قند شزنه خیلی دختر کلان شده کو بشین بشین این قنداش شزنه سوزن دیگه تینجه رحمت یک چای آورده یک چای کشم بکنید این دختره کلان شده مکتب رو تمام میکنه سوال شام نغزای میخوایم که در یکم جو مونیم خونه آخی ای احسن با این مهینه بانو جیانک ما چی نیت دارد؟ من میخوام با مونن شما روزنامه نگار شوم. اوه احسن یعنی که روزنامه نگار شد؟ بله روزنامه نگار. آفرین دختر جان در مسئله درس ادبیات و زبان چی خیلی سوادند؟ خوب است خواندنم با بهای خوب و علا. من روزنامه شدیم بهای خوب و علا. آفرین بهای سه نداره. آفرین یعنی که روزنامه نگار شده برای روزنامه نگار بودن باید نطق برا فهمیشی درست داشتن در کار من کنه یک سنجش کنم جیانا مایله باز یک سوال میدیم ماینا جان کنم سوالی من در جواب ته اعضای جمله سرازای جمله این چیزا رو میفهمی میفهمم ما خونه بابات میرویم همراه پدرت یک جویا انا کنه یک جمله میگویم ما آشخوری رفته ایستاده ایم سرازای جمله کدام می شود؟ سرازای جمله آش می شود آش آشخوری رفته ایستاده ایم ما آشخوری رفته ایستاده ایم کدام است سرازای جمله؟ آش می شود دختر جان لوکت شرمنده که آینده روزنامه نگار کلمه را درست فکر کن جمله را بین ما آشخوری رفته ایستاده ایم سرازای جمله کدام است؟ سرازای جمله آش آخی تو نکه او برای چی آش؟ برای چی آش آخی؟ برای چی؟ او اگر همون آش نباشه خونه بابام برای چی می رویم